باباجان غفور وای نماینده خلق تاجیک بود. حرکت کرد که ریسپوبلیکمون نقش شود. آدم خوب بود. میشناسیم شاعره. میشناسیم چرا نمیشناسیم؟ شاعر گفتن کدام شعرشون دایتون است یکم شعر؟ اکثر دایتونه سه مقصد میشناسیم در سامونا را ماست. در سه سامونا. در سه سامونا. کدام کتابش یکم اثر کدام کتاب شما میدونید یکم اثرشون؟ کتابشون دایتون است خوندگین یکم کتابش. کتابش مقصد هم کتاب چیزی تاجیکان برآمدگی همین همون هستگی هم بفکرم مختصر تاجیکو. میدونم چی بنه جناب عالی محترم کتاب پدرخه کده مونه خونه عبزت نیرم خونه شاعره چی بگم نمیدونم چی بگم کدام کتابش خوندگین؟ یگان تاشا نخوندم چی دروغ بگم عالم برجسته وقتش بود یکم کتابی چکه تاجیکستان نوشته کتاب تاجیکان تاریخ تاجیکستان تاریخ تاجیکان با یک کتاب دارد همه اینا رو من خوندم همچنین عالم در دنیا تاجیکان رو شناخته کرد برداشت بود دیرکتر انستیتوت شرقشناسی مسکو بود اکادمی تاجیکان کدام کتاب میدونید خوندگی؟ یادم رفت چی کدام کتاب تاجیکان باباجان غفور شاعر بودن یکم شعرشون خوندگی از یاد میدونید؟ باباجان غفور کتاباش هست کو کدام کتابشون شما خوندگی یا که در یادتان هست میدونید؟ تاجیکان например خوندگیم برای تاجیکستان چه خدمت کردن میدونید؟ برای تاجیکستانی شوروی بسیار خدمت‌های وای کردگی ممکن همین وایش کتی رفتستیم کاروشان کتی شاعر کدام کتابش خوندگین شما؟ خوندگیم شما میدونم باباجان غفور میدونین کی هستن؟ بله چیکاره بودن؟ مهندس بودن، کارگر بودن، نویسنده، شاعر بودن؟ بله. یکم شعرشون میدونین اگه نه؟ خوندگی نیستم یگان کتاب شد